أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه رمضانی است که هر روز برای شما از حدیث هایی که متعلق به رمضان است برای شما پیشکش میکنیم. دوستان که هر شخصی که در ماه رمضان یا که در روزه قیعش به اختیار خود آمد، آیا روزهش میشکند یا نیست؟ که این حدیث در سنن ابو داود و ترمذی، سنن ابن ماجه و دارمی آمده است. از ابو هریره روایت شده است، میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم من ذرعه قیء و هو صائم فلیس علیه قضاء. هر کسی که در ماه رمضان در روزه قیعش به اختیار او را غلبه کرد و آمد، اگر چندی که بسیار است یا کم است، او قضا ندارد، روزهش را یعنی بردوام دارد. و این استقاء فلیقضی، و اگر خودش انگشتش را به دهانش فرو برد و قیعش را از درون بیرون آورد، در این وقت او روزهش میشکند و قضایش را میگیرد. بنابراین در ماه رمضان، در روزه و رمضان نباید انسان وقتی که قیعش آمدنی است انگشتش را به دهانش فرو برد و قیعش را یعنی بیارد. در این وقت او روزهش میشکند، قضا دارد. اما او را به اختیار غلبه کرد، در این حالت روزهش نمیشکند. این حدیثی که ما گفتیم در لفظ ترمذی آمده است که و من استقاء عمدا فلیقضی، اگر قصداً انگشتش را به درون دهانش فرو برد و او قیعش را آورد، در این وقت روزه قضا را میگیرد. این بود حدیث برای شما دوستان گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.